بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یکی از پدیده هایی که جزو چیزهایی که ما در طول روز ممکنه که اون رو ببینیم به نسبت منطقه جغرافیایی که داریم زندگی میکنیم، قله ها و دره ها هستش. میخوایم بگیم که ما باید مثل قله ها باشیم. حالا به چه منظور، به چه معنی عرض میکنم خدمتتون. خب اگر کل کره زمین یک سطح مسطح صاف بود و مثلا فکر کنید آسفالت شده بود یا مثلا مثل صحرا صاف بود، خب حیات درش شکل نمی گرفت و نمیشد که دیگه در اون زندگی بکنی. اما وقتی این سطح کره زمین از کوهها و رشته کوهها و دره‌ها تشکیل شده، خود این یکی از عوامل حیاته. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این کوهها در جایی قرار میگیرن، خود ذات خود کوه این بخاراتی که از دریاها و دریاچه ها و آبهای سطحی و گیاهان و اینا بخار میشن و ابرها رو تشکیل میدن، ابرها رو نگه میداره و این ابرها رو تبدیل به بارش و برف و باران میکنه. روی کوههای بلند یخچالها شکل میگیرن و این شکل گرفتن یخچالها در این کوههای مرتفع عامل این میشه که اینها اونجا یخچال شکل میگیره و در طول فصل بهار و تابستان این رو آب میکنن و آرام آرام به کوهپایه و دره میرسونن، به دشت میرسونن و اونا رو تغذیه میکنن. خب اگر این کوه نبود، این ابر ممکن بود هر جایی به وجود بیاد و حتی مثلا تو دریا به وجود بیاد و همونجا هم بباره و هیچ خاصیتی دیگه نداشته باشه. پس قله و دره در نسبت با هم دیگه تعریف میشه. یعنی این مقعر بودن قله و محدب بودن دره، اینا به نسبت هم تعریف میشه. ما باید کاری بکنیم که به سمت قله رفتن و به سمت قله شدن حرکت بکنیم. شما حساب بکنید مثلا این رشته کوه زاگرس و البرز تو ایران نبود. ابرها از هر طرفی که وارد ایران میشدن از طرف دیگه‌ای خارج میشدن. اصلا مشکل کویر تو مشکل بارندگی دیگه. بارندگی مشکل داره اونجا. چرا؟ چون ابرها نمیان اونجا آرام آرام انباشت بشن و اونجا آرام آرام ببارن. یا اصلا باران و برفی نیست. اگرم بارانی به وجود بیاد توی کویر، به خاطر اون تبدیل شدن آبها سریع به بخارات و تشکیل شدن ابرها با یه رعد و برق و یه بارش شدید، یه دفعه شما توی این صحراها میبینید که این بارانهای شدید اومده ماسه ها هم شسته و اینا رو جابجا کرده و سود آنچنانی برای خود کویر این بارانها نداره و اون حیات حداقلی رو در اون کویر فقط نگه داشته. لذا اگه قراره حیات گسترش پیدا بکنه و همه جا حیات باشه، یکی از چیزهایی که لازمه و از اون پدیده ها کوه ها هستن. خب ما از این کوه که جلوی خشکی رو میگیره، اون فرسایشی که با هوا داره تحمل میکنه اون فرسایش رو و نیامده پایین خودشو کوچیک بکنه، از این میخوایم چه درسی بگیریم؟ این که ما باید بریم به سمت قله شدن، نه اینکه فقط قله رو نگاه بکنیم. نگاه کردن صرف قله چیزی به ما نمی‌افزاید. باید مسیر قله شدن رو یاد بگیریم. باید یاد بگیریم که چگونه قله بشویم، تا چگونه جلوی ابرها رو بگیریم، جلوی نعمات خدا رو بگیریم، بر ما ببارند، ما تکاثر بکنیم، نگه داریم و در وقت مقتضی به بقیه اینا رو با سخاوت و بدون منت در اختیار اونها قرار بدیم. اصلا اساساً یه بخشی از حیات روی زمین بحث خود کوه ها هستن. خب یک اتمسفری وجود داره، یه بیوسفری وجود داره، یک ابری وجود داره. اگر این کوه ها نبودن، رشته کوه های متفاوت که این ابرها رو بگیرن، با توجه به کاهش دمایی که روی اون نقطه قله هستش، اون فشار هوا کمتره، دما کمتره، باران میباره، برف میباره، تبدیل به یخچال میشه. با گذر زمان در فصلهای گرمتر اینا میاد آرام آرام آب میشه و در اختیار اون افرادی که در کوه پایه هستن قرار میده. اگر این سری از آبهاش فرو بره داخل خود کوه، اونجا تبدیل میشه به چشمه ها، از جاهای دیگه سر بیرون میاره که
دقت اگر بکنیم خود کوه اصلا نیازی به آب نداره، چون اونجا که کشاورزی و دامپروری و گل و گیاه و اینا آنچنان نیست. عمدتاً کوه‌ها نیازی به خود آب ندارن. شما دماوند رو نگاه بکنید، شما اورست رو نگاه بکنید، رشته کوه زاگرس و البرز و آلپ و رشته کوه‌های و کوه‌های متفاوتی که در دنیا که میان بررسی می‌کنیم می‌بینیم اینا خودشون سنگ و کلوخ هستن و نیاز ندارن، اما سخاوتی که دارن میان اینا رو تجمع میکنن، نگر میدارن، در وقت مقتضی در اختیار کوهپایه که اونجا حیات وجود داره اونجا قرار میدن. نگاه ما باید به این صورت باشه که باید بریم به سمت قله شدن، باید بریم به سمت اینکه حتی اگر خودمون نیاز نداریم بریم به دست بیاریم. چی؟ پول، مال، ثروت، علم، دانش، فقه، آنچه که نیاز بشریت است بریم پیدا بکنیم، به شرطی که نافع باشه، به شرطی که به درد بخور باشه. اگر کوهی فقط این یخچال‌ها رو شکل بده و به دلیل ارتفاع بسیار زیادش و هیچ وقت اینا رو آب نکنه و در اختیار دیگران قرار نده، اون کوه تکاثر ثروت کرده و این بسیار مذمومه و بده. باید به این صورت باشه که وقتی این برف‌ها رو تجمع کرد روی خودش و یخچال‌ها رو شکل داد، حالا در وقت مقتضی که کوهپایه اون دشت اون پایین، اون درخت‌ها و حیوانات اینا نیاز دارن، بتونه در اختیار اونا قرار بده. خب پس یه بخش معرفتی قله و دره تا اینجا روشن شد. میگیم که رودخونه‌ها هر جا که باشن تمدن سازن، تمدن اونجا شکل میگیره. هر کجا که اونجا رودخونه بوده بشر رفته اونجا و زندگی کرده، حیات شکل گرفته و تمدن شکل گرفته. بعد میگن که مثلا جاده ها حالا هر جا که بوده، مثلا جاده ابریشم شرق و غرب رو به همدیگه وصل کرده و اومده این مسیر جاده درش تجارت شکل گرفته و به نسبت اون جاده تمدن شکل گرفته. مثلا جاده ابریشم که در آسیا و تو ایران هستش و به هم وصل کرده این مسیر رو. یا مثلا پیرامون اون شهرها ساخته شدن. در قرنهای بعد اومدن گفتن که بندرها تمدن ساز هستن. یکی از مظاهر تمدن سازی در هر سرزمینی وجود کوه‌ها هم هستش. کوه‌هایی که بتونن برف رو خودشون جمع بکنن تو فصل‌های دیگه سال در اختیار کوهپایه قرار بدن که اونجا بشه صنعت کشاورزی و مواردی از این دست شکل بگیره و اون دشت رو سیراب بکنن. شما تمدن‌هایی مثلا هند، ایران، چین، اروپا و سایر تمدن‌ها رو میتونید ببینید که اونجا کوه‌هایی وجود داره و اگر جای کوهی وجود نداشته باشه و خشکی مفرطی هست و تو تابستون‌ها و فصل‌های دیگه هم اگر ابری پیدا بشه یه شدتی بارشش داره که همه چی میاد دگرگون میکنه، همه چی میاد به هم میریزه. مثلا صحرای آفریقا یا قسمتی مثل صحرای گوبی در منطقه مغولستان یا همین کویر لوت و دشت کویر نمک خودمون توی ایران یا صحرای نودا توی ایالات متحده. خب اونجا کوه وجود نداره، پس تمدنم شکل نگرفته. پس این بخش اول، بخش معرفت به قله کوه ما پیدا کردیم که کوه و دره چه چیزی هست. حالا چگونه ما باید مثل اون بشویم در بخش دوم که حالا حکمت اون کوه رو ما با چشم آیت بین چگونه ببینیم که این کوه چیست، به کوه چجوری باید برسیم، ما چگونه باید قله بشویم. این حکمت و راز اون رسیدن به اون یک نگاه حکیمانه و چشم آیت بین نیاز داره. پس در گزاره دوم باید یاد بگیریم که چطور انسان‌ها قله باشن، یعنی به جای این که دره باشن به سمت قله رفتن حرکت بکنن. دره ها همیشه محتاج هستن، همیشه سائلن، همیشه دستشون جلوی قله ها درازی که از اون آب بگیرن و حالا این کلمه سائل هم کلمه عربیه دیگه، دستش درازه، مثل دره میمونه. یه قله انقدر ستبر و بلند ایستاده که تمام این برف ها رو، تمام این نزولات آسمانی رو در خودش ذخیره میکنه، جمع میکنه. بعد که فصل پاییز و زمستان که تموم شد، در فصل بهار و تابستان که بارشی مقداری کمتر میشه، به خصوص فصل تابستان که خیلی گرمه، حالا این گرما رو میگیره، اون یخها رو آب میکنه و با سخاوت هرچه تمامتر یه جویبارها و چشمه ها و دشت ها رو میاد به واسطه اون جویبارها
سیراب میکنه و تغذیه میکنه. انسان ها هم میتونن دره باشن، یعنی میتونن دشت باشن، میتونن قله باشن. قله که باشن کسایی هستن که مضافه بر نیازی که خودشون دارن، اون چیزی که نیاز دارن ذخیره میکنن. و اما چی میشه که اون همه برف و یخو که رو خودشون نگه داشتن، اون مال نوع نگاه و نوع قله بودنشونه، نوع نگاه بالا بودن و والا بودنشونه. حالا تو وقت مقتضی بدون منت و از سر کرامت و از سر سخاوت میاد این رو در اختیار افراد دیگه قرار میده و در حد نیاز خودش هم میاد از اون شروع میکنه به استفاده کردن، یعنی اندازه نیازش استفاده میکنه و از سر سخاوت و بلند نظری و کرامت اون ذخایری رو که انجام داده میاد در اختیار دیگران قرار میده. در تکاثر علم هم همینه. اون فرد میاد علم رو آموزش میبینه و یاد میگیره و نگه میداره. وقتی علم به جان خودش زد، این رو فهم کرد، درک کرد و اصطلاحاً تفقه کرد در دل اون علم نافع، حالا از اینجا به بعد اون رو سرریز میکنه و به دیگران میده و تا دیگران هم بهره ببرن. کاری که از دستش برمیاد انجام میده برای دیگران، میاد آبروش رو برای دیگران میذاره، میاد از دیگران حمایت میکنه، میاد از دیگران دفاع میکنه و این نشونه های یک قله بودنه. اما دشت و دره رو اون قله و کوه داره سیراب میکنه و تغذیه میکنه. خب کوه همیشه استحکاک داشته با این جریانات هوا، با سرما و گرما، با آفتاب زود هنگامی که روی اون میتابه که قله‌ای نیست که روی این دشت بخواد سایه میندازه. قله حالا اینجا رو قله دیگری نیست که بخواد روش سایه بندازه. پس این سرما و گرما دیدید سنگاشون میترکه، پودر میشه این موقع ها. با این استحکاک میتونه به اینا دست پیدا بکنه. پس شما تا استحکاک نداشته باشید نمیتونید چیزی که خاصه رو به دست بیارید. کوه استحکاک داره، اما دشت و دره استحکاک خاصی نداره. نسیمی اونجا میوزه، دمای هوا همیشه متعادله، جوی آبی همیشه اونجا سرازیره، اما ما نمیدونیم جوی آب داره از کجا میاد. این چشمه‌ای که الان داره کار میکنه، این چشمه از کجا شکل گرفته و خروجیش و از کجا نشأت گرفته. لذا باید انسان‌هایی تربیت بشن به سمت آدم شدن و عبد شدن بروند و به سمت قله شدن که دشت‌ها رو تغذیه بکننشون. اصلا انسان برای اینکه کارکردی در جامعه ایفا بکنه باید حتما قله باشه، یعنی باید خودش رو ارتقا بده، باید بتونه متعالی بشه. عبرتش چیه؟ عبرتش این گزاره است که متاسفانه در فرهنگ ما مرسوم شده: افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خب این یعنی چی؟ چرا ما مردم رو دعوت میکنیم به این که چاله باشید، دره باشید؟ یعنی اون گدا رو بگیرید، ساعد رو بگیرید مساوی اون درهه که همیشه دستش درازه. و فیض، حالا دو مدل دیگه، فیض یا مال خداست یا مال بشره. حالا اگر من این فیضه رو بخوام از بشر بگیرم، اگر این بشره مؤمن متقی موحد نباشه، اگر بده میشه منت، اگر نده میشه حقارت و ذلت. اگرم از خدا بخوام بگیرم که خدا به دره چیزی نمیده، خدا به کسی چیزی میدهد. خدا میگه از تو حرکت از من برکت، مرا بخوانید تا من شما را اجابت بکنم. پس من باید یه حرکتی بکنم، باید برم قله بشم، استحکاک ایجاد بکنم. ابر نعمتی رو که خدا فرستاده من قله بگیرمش، وگرنه من دشت باشم ابر نعمتی که خدا میفرسته از من عبور میکنه و حرکت میکنه و میره. برای گرفتن نعمت خدا باید حرکتی از خودمون نشون بدیم، باید برای گرفتن رزق حرکتی از خودمون نشون بدیم، تکون بدیم به خودمون. در غیر این صورت ما به آنچه که خدا برای ما رزق کرده دست پیدا نمی‌کنیم، میشینیم میخوام از دیگران بگیریم. پس این رویه غلطیه که افتادگی آموز اگر طالب علمی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. همچین حرفی نیست. این زمین‌های بلند هستند که به زمین‌های کوتاه آب میدهند. اگرم در مورد خدا باز دوباره میگم تکرار بکنیم، این فیض رو که خداوند متعال این نعمت رو به شکل ابر برای کوه‌ها داره میفرسته. پس باید قله بود، نباید دره و چاله و
مقعر شدن بشیم، باید مهدب بشیم و به سمت تعالی، به سمت بالا برویم. حتی اگه کسی که فیض از خدا میخواد، نباید مثل این انگاره های صوفی مسلک و عرفان مسلک و این تخطیر میکنن فکر و عقل و به اسم دروغین تواضع و فروتنی. و تواضع و فروتنی این شکلی دارن میگن، این شکلی نداریم. پس این عزت رو باید در این نسل خودمون دوباره احیا بکنیم. باید عزت وجود داشته باشه، نه اینکه فقط سائل باشی و تواضع و فروتنی اشتباه در وجود افراد ما جا بندازیم. پس عبرت اینه که ما یه نسلی باید تلاش بکنیم که نسل قله بشویم، هم نسل خودمون، هم در امتداد ما در نسل آینده. یه نسل متواضع دره نمیخوایم، یک نسل متواضع قله میخوایم. قله باشن، متواضع باشن. کسی هم که حتی دشته باید نگاه به قله بکنه و از اون عبرت بگیره و به قله تبدیل بشه و اطرافیان خودش رو مثل قله سیراب بکنه. ابرها فرصت‌ها هستن، باید فرصت‌ها رو بگیره، نباید فرصت‌ها رو رها بکنیم بشینیم بگیم خدا گفته روزی تو بهت میدم پس روزی ما رو میرسونه. هرگز همچین چیزی نیست. از من حرکت، از خدا برکت. خدا که به سمت من نمیاد که من باید به سمت خدا برم تا خدا 100 برابر به سمت من بیاد. این میشه اون کرامت خدا. یه بار دیگه برمیگردم به همون اول صحبتی که انجام دادم که گفتم اگر قله ها نبودن و همه جا مسطح و صاف بود، اصلا حیات شکل نمی گرفت. پس هر تمدنی به واسطه قله ها شکل گرفته، هر تمدنی به واسطه انسان هایی که قله بودن شکل گرفته. بعضی از تمدن ها رو که میبینید تا سر برآوردن فرو رفتن، اینا افرادی که قله باشن نداشتن. خب ما تو ایران قله زیاد داریم دیگه، از ورزشکار بگیم تا بقیه افراد که از شهدا و صالحین و علما بودن، از رئیس علی دلواری بخوایم بگیم تا میرزا کوچک خان، از ستارخان و باقرخان بگیم تا آیت الله بروجردی و امام خمینی، تا آدم‌های امروزه‌ای مثل قاسم سلیمانی و مثل شهید فخریزاده و احمدی روشن و افراد دیگه. اینا قله بودن. باید بتونیم تلاش بکنیم به اون قله برسیم. افراد بزرگی که نوع نگاهشون نوع نگاه متفاوتیه، اندازه نیاز نه بیشتر برای خودشون برمی‌دارن، علم به جانشون میزنه، ثروت رو به اندازه فقط حیاتشون استفاده میکنن و بقیه رو سخاوتمندانه در اختیار دیگران قرار میدن. اگر نگاه بکنیم که همه جا کویر باشه، میشه همونی که یه بارون شدیدی میاد همه چی رو میزنه و میریزه به هم دیگه. و تکرار میکنم، نباید به قله نگاه کرد، باید راه رسیدن به قله رو متوجه شد. چگونه بشویم قله، چگونه به قله برسیم. حالا این قله بودن در مرحله آخر که توضیح بدم خدمتتون، یه تالی فاسدی داره. تالی فاسدش اینه که وقتی قله است داره خودشو نشون میده، تبرج میکنه، بزرگ کرده خودشو. خب یه چیزی وجود داره اینجا به نام دریاچه. شما عمق دریاچه رو میبینید هیچ وقت؟ نه، دریاچه به سمت پایین رفته، اما قله رو میتونید عظمتش رو ببینید. ما باید افرادی رو تربیت بکنیم، خودمون رو باید در مسیری قرار بدیم که قله‌ای باشیم با اون مدل دریاچه، که دریاچه در تواضع کامل، ماهی درش هست، حیات درش هست، به دیگران سخاوت میکنه اما عمقش رو نشون نمیده. اما قله بزرگیشو نشون میده. حالا ما باید قله ای رو بسازیم، قله ای باشیم با اون نگاه مکملی که گفتم، دریاچه که خودشو نشون نمیده، یعنی با اون نوع نگاه، با اون نوع سخاوت. پس همونجوری که گفتم، دره بودن مذمومه، قله بودن ممدوحه. ما بین اینا یه دریاچه و دریایی وجود داره که اونم ممدوحه، اما قله بودن یه چیز دیگه ایه. انسان باید قله باشه ولی روح عملش مثل دریا باشه، یعنی اون تواضع رو در عین قله بودن باید دارا باشیم. اگر نسلی عادت کرد که خودش رو قله ببینه، دریا ببینه، نه دره، نه سائل باشه، ما به دست اون نسل یه جامعه بالنده رو خواهیم داشت. دیگه با تبلیغات رسانه متفاوتی که در جهان وجود داره، شبکه‌های اجتماعی، سرکوفت نمیخوره، خود تحقیر نمیشه. آنچه که خودش داره دقت میکنه بهش تا به قله بخواد برسونه، بهش نگاه مثبت داره
و نگاه منفی این که یه چیزی وجود نداره هم به اون نگاه میکنه تا هیچ وقت در دام اون نداشته هاش نیفته و بخواد حسرت بخوره. نسلی رو باید تربیت بکنیم، خودمون باید جوری تربیت بشیم که به قله شدن فکر بکنیم، باید به سمت بالا بریم. اصلا تفکر قله بودن، دره بودن، اصلا تو همین میشه که صاحب تفکر استراتژیک باید باشه فرد. اصلا چون استراتژیست کلان نگره دیگه، از بالا نگاه میکنه، نگاه عقابی داره به هر مسئله‌ای که روبروش هستش. پس این حکمتش رو ما الان به دست آوردیم که قله‌ای باشیم با روح عمل دریا، نگاه استراتژیست نگاه از بالا به پایین و کلان نگری هست در هر چیزی، بزرگ میبینه، ریز جزئیات رو کاری نداریم چون اونا اتفاقاتیه که در مسیر میشود جابجا بشود. به اینا اصطلاحاً میگن متشابهات. ما با محکمات کار داریم. محکمات که باشه دیگه هیچ عملی نمیشه تغییر بکنه، عوض بشه. محکمات دیگه اصله، در این اصلها و اصول هاست. وقتی آدم های بزرگی توی جامعه نبودن تا مثل قله سر به فلک بکشن و قله ملت خودشون باشن، مردم خودشون باشن، ابرهای رحمت الهی رو بگیرن، اون جامعه و اون مردم همیشه محکوم به شکست هستن. افراد کوچیکی هستن مثل تپه‌ای میان بالا و زود با یک باران شدیدی به خاطر صحرا بودن و دشت بودنشون دوباره نابود میشن و از بین میرن. میبینید توی سرزمین‌های مختلف افرادی که بخواید نام ببرید ازشون که مشاهیر یک کشور باشن، شاید به تعداد انگشتان دست تو خیلی از کشورها نرسه. و وقتی این افراد نیستن، نمیتونن جامعه خودشون رو تسری بدن و دامنه نظام اجتماعی خودشون رو از هر محلی رویش بدن و استعدادها رو درخشان بکنن و نشون بدن و بیان بکنن اینا رو. اون سرزمین ها دیگه امکان رویش این شخصیت ها رو نداره، چون کسی رو نداره که بخواد بزرگ باشه. یعنی به چه شکلی باشه؟ به این شکل باشه که اگر 10 تا آدم بزرگ داشت، 10می رو زدی 11می بلند بشه. اگر 100 تا آدم بزرگ داشت، 100می رو زدی 101می بلند بشه. سرزمین هایی که افرادی رو دارن که بزرگ هستن، قله هستن، قوت و قدرت دارن، میتونن پیروز باشن و میتونن ادعای امپراتوری بکنن. ایران به سمت امپراتوری جدیدش حرکت میکنه و یک بار دیگه قطعا ما این امپراتوری رو میسازیم. این مسیر به سمت قله در حرکت است و با توجه به این افراد بزرگی که در این جامعه ما وجود دارن از هزاران هزار سال، ایران هر روز به سمت بزرگ شدن و به سمت قله شدن داره حرکت میکنه. پس بقای یک جامعه و یک نسل بقاش برمیگرده به افرادی که درش دارن زیست میکنن، که نوع زیستی که دارن اونجا انجام میدن باید به سمت قله شدن باشن، باید قله داشته باشه. قله هم اینجوری نیستش که بگیم آسمون پاره شده یه قله افتاده پایین، این یک مائده آسمانی بوده و ما به دستش آوردیم. نه، باید تربیت بشه، باید به اون سمت حرکت بکنه، باید بخواد که قله بشه. از بین همین بچه‌های امروز که الان موجود هستن، از بین همین جوانهای امروز که الان در حیات هستن، باید به سمت قله شدن حرکت بکنیم. باید بتونیم جامعه‌ای رو بسازیم که بزرگ و قوی باشه. اصلا راز بقای ایران که این تمدن چند باره رو داره روشن میکنه و احیا میکنه و دوباره به رخ جهانیان میکشه، همینی که معدن قله ها بوده. قله های با عظمتی مثل الوند و اشترانکوه و دنا و دماوند و زردکوه و بینانلود و زاگرس و البرز و سبلان، و این که صبح مردم از خواب بیدار میشن و این کوه ها رو جلوی خودشون میبینن، میخوان که مثل اونا بشن، میخوان که شخصیتشون، ابعاد وجودیشون، نقش کلیدیشون این رو مد نظر داشته باشن که اگر قراره مثلا بچه رو تربیت بکنن، اگر قراره خودشون کار انقلابی بزرگی انجام بدن، مثل اون کوه‌هایی که دور برشون هست بشن. این به خاطر معدن کوه‌هایی که در ایران هستن. افراد هر کدوم یک قله شدن. بعد از رمزگشایی که ما این رمز کوه و دره و دریا رو رمزگشایی کردیم که به این میگن حکمت، این دیگه بعد از رمزگشایی دیگه حکمت نیست. وقتی دیگه گفته میشه این دیگه علمه. حکمت کجاست؟ حکمت اون ظرفیت و اون قابلیتیه که
ما باید اون رو به نسل بعدمون آموزش بدیم تا اونا بتونن با نگاه آیت بقیه مواردی در پدیده هایی که هستش رو بتونن رمزگشایی بکنن. امیدوارم که به سمت قله شدن حرکت بکنید، از دره و هرگز نخورد آب زمینی که بلند است عبور بکنید و اشتباه گذشتگانمون رو انجام ندیم و برای به فیض رسیدن خدا قله بشویم، اما با روح عملی که در دریا وجود داره. موفق و مؤید و پیروز باشید.